اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 62 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 63 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الثالث و الستون، یعنی درس 63. درس 63 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند. صاحب کتاب میگوید ابریقون. ابریقون یعنی کوزه. ابریقون کوزه، اون ظرفی که در اون آب رو میگیرند، ظرف آبگیری. جمعش می شود ابریقو، کوزه ها، ظرف های آبگیری ها. ابریقو صیغه منتهی الجموع است، از این حساب آخرش تنوین را قبول نمی کند. ابریقو. بعد از این میگوید صابونون. صابونون صابون، او شما هم صابون میگیم، صابونون صابون. بعدش میگوید حنفیتون. حنفیتون یعنی چطوری که صورتچم هست کران میگوین یا کرینیک، یا به زبان تاجیکی چومک آب. چومک آب. پس حنفیتون چومک آب. جمعش میشده است حنفیتون، جمع مؤنث سالم. حنفیتون یعنی چومک های آب یا کرینیک های آب. بعد از این میگوید تستون. تستون یعنی تغاره. تستون تغاره، اون ظرفی که در داخلش پشاک میشویند، اون ظرف کلان رو میگن تستون. تستون یعنی تغاره. بعدش میگوید تسوتون. تسوتون یعنی تغاره ها، جمعش تسوتون تغاره ها. بعدش میگوید منشفتون. منشفتون یعنی سچاق یا لطه برای روقاق کردن. منشفتون سچاق. جمعش می شود مناشفو، سچاق ها. مناشفو سچاق ها. اسم غیر منصرف است، زیرا که اسم جمعی صیغه منتهی الجموع هست. بعد از این میگوید فرشت الاسنانی، یعنی شاتکه دندان. فرشت شاتکه، اسنان دندان ها. فرشت الاسنانی یعنی شاتکه دندان، شاتکه که دندان شسته می شود. بعد از این میگوید سنون. سنون یعنی دندان. سنون دندان. جمعش می شود اسنانون. اسنانون دندان ها. بعدش میگوید مشجبون. مشجبون یعنی ویشلکه. مشجبون ویشلکه، یا آن چیزی که آماده میکنن برای لباس را کشال کردن، جای لباس کشال کنی. مشجب ویشلکه یا جای لباس کشال کنی. جمعش می شود مشاجبو. مشاجبو آخرین ترمین را قبول نمیکنه، زیرا که اسم غیر منصرف است. مشاجبو. مشاجبو ویشلکه ها. بعدش میگوید سریرون. سریرون یعنی کت. سریرون کت یا کراوت. جمعش می شود سرورون، کت ها یا کراوت ها جمعش. بعد از این میگوید وجهون. وجه یعنی روی. وجه رو، روی آدم. مثلا وجه دفتر، روی دفتر. وجه الانسان، روی انسان. جمعش می شود وجوهون، روی ها. وجوهون روی ها. بعدش میگوید رکعتون. رکعتون یعنی رکعت. میگه مثلا نماز چند رکعت است. رکعتون یعنی یک رکعت.
رکعتون یک رکعت، جمعش رکعاتون یعنی رکعت ها، رکعت هایی که در نماز یا نماز خونده می شود چند رکعت، این همون را در نظر دارد. بعدش میگه وضوء، وضوء یعنی طهارت، وضوء که انسان پیش از نماز خوندن طهارت میکند، همون را به عربی میگن وضوء یعنی طهارت. بعدش میگه توضع، توضع یعنی طهارت کرد و یک مرد در زمان گذشته، این فعلی ماضی است. توضع طهارت کرد، یتوضع طهارت میکند، مصدرش میشه توضعا طهارت کردن. پس این از باب 13 22 باب صرفی است، از باب تکلم یتکلم تکلما هست. توضع یتوضع توضعا از باب 13 22 باب صرفی است. بعدش میگه اذان، اذان اذان، اذانی که برای نماز گفته می شود. بعدش میگه فجرون، فجرون بامداد یا صبح، فجر بامداد. بعدش میگه اذان الفجری، اذان صبح یا اذان بامداد. فجر هم صبح می شود هم بامداد می شود، نماز بامداد. پس اذان الفجر میتونیم بگیم اذان صبح یا میتونیم بگیم اذان بامداد. بعدش میگه نشفه، نشفه یعنی قاق کرد، خشک کرد. نشفه قاق کرد، خشک کرد. نشفه فعل ماضی است، قاق کرد یا خشک کرد و یک مرد در زمان گذشته. فعل مضارعش یونشفو، یونشفو قاق میکند، خشک میکند و یک مرد در زمان آینده. و مصدرش میشود تنشیفون، تنشیفون یعنی خشک کردن، قاق کردن. پس نشف یونشف و تنشیفون از 22 باب صرفی باب 8 است. باب فرح یفرح تفریح از باب 8 است. بعدش میگه استیقظ، استیقظ یعنی از خواب بیدار شد، استیقظ از خواب بیدار شد. یستیقظ از خواب بیدار می شود. استیقظ یستیقظ مصدرش می شود استیقاظ، استیقاظ یعنی از خواب بیدار شدن. استیقظ یستیقظ استیقاظ. پس این از 22 باب صرفی باب 15 است. استیقظ یستیقظ استیقاظ باب 15 است. باب استخرج یستخرج استخراج. بعدش میگه اخره، اخره یعنی دیر کرد، اخره دیر کرد، تأخیر کرد. فعل مضارعش یؤخر دیر میکند، تأخیر میکند. پس اخره یؤخر مصدرش میشود تأخیر، تأخیر کردن، دیر کردن یا قفا ماندن. اخره قفا ماند، یؤخر قفا میماند، تأخیر قفا ماندن، دیر ماندن. پس اخره یؤخر تأخیر از 22 باب صرفی از باب 8 است، از باب فرح یفرح تفریح هست. اخره یؤخر تأخیر. بعدش میگه معلق، معلق یعنی آویزان، معلق است، آویزان است، مثلا کشال است. پس معلق اسم مفعول هست، اسم مفعول از علق یعلق تعلیق. علق آویزان کرد، کشال کرد. یعلق آویزان میکند، کشال میکند. معلق آویزان کرده شده اسم مفعول است، آویزان کرده شده. پس میگیم آویزان، معلق آویزان. پس این اسم مفعول است از باب علق یعلق، از باب فرح یفرح باب 8 است. بعدش میگوید صبح، صبح یعنی نمازی بامداد. اصلا صبح صبح هم میگویند ولیکن در اینجا صبح به معنای نمازی بامداد است. صبح نمازی بامداد، ظهر نمازی پیشین، عصر نمازی عصر، مغرب نمازی شام، عشاء نمازی خفتن. پس این 5 وقت نماز نامهاش همچنین آورده است. پس این هست کلمه های نوی درس 63. با همین کلمه های نوی درس 63 به پایان رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 63. صاحب کتاب میگوید خود صابون
و هناك الماء في الحنفية واغسل وجهك ويديك ثم اذهب إلى حجرتي ونشف وجهك ويديك بالمنشفة الجديدة المعلقة على المشجب. میگوید که خود صابون، بگیر صابون را، خود فعل امر است، بگیر تو صابون را. و هناک الماء، و آنجا در آب هست، فی الحنفیتی، در چومک آب یا در کرینیک. واغسل وجهک، و بشو رویت را، و یدیک، و بشو دو دستانت را. ثم اذهب الى حجرتی، بعد برو بسوی اتاق من، بسوی حجره من، خانه من. و نشف وجهک، و قاق کن، خشک کن رویت را، و یدیک، و دو دستانت را. بالمنشفة الجدیدة المعلقة على المشجب، با سچاق نوی که آویزان است بر بالای مشجب، یعنی بر بالای جای آویزان کردن لباس ها. میگوید خود صابونه، بگیر صابون رو. و هناک الماء فی الحنفیتی، و آنجا در آب هست، در چومکی آب. واغسل وجهک و یدیک، و بشو دو دستت را، بشو رویت را و دو دستت را. ثم اذهب الى حجرتی، بعد برو به سوی خانه من. و نشف وجهک و یدیک، و خشک کن رویت را و دو دستت را. بالمنشفة الجدیدة المعلقة على المشجب، با سچاق نوی آویزانی که بر ویشلکه است. مشجب، ویشلکه، یا اونجایی که لباس ها آویزان کرده می شوند. بعدش میگوید استيقظت اليوم باكرا فسمعت اذان الفجر فتوضأت بسرعة وركضت الى المسجد لأصلي الصبح مع الجماعة. اکنون میگوید استيقظت اليوم، یعنی خیستم امروز، باکرا، بر وقت. فسمعت اذان الفجر، پس شنیدم اذان صبح را، اذان بامداد را. فتوضأت بسرعت، پس طهارت کردم زود، طهارت کردم سراسیمه. و رکضت الى المسجد، و دویدم به سوی مسجد. لاصلی الصبح مع الجماعه، تا اینکه بگذارم، تا اینکه بخوانم صبح، یعنی نماز بامداد را، مع الجماعه، با نماز جماعت، یعنی با جماعت نماز صبح را بخوانم. پس این عباره را یک بار دیگر هم میخونیم، ترجمه میکنیم، اما پیش از اون میخواهم اینجا یک حکم شرعی را بیان کنم. رکضت الى المسجد، دویدم به سوی مسجد. اینجا در مسئله حکم شرعی، دویدن به سوی مسجد برای نماز حکمش مکروه است. حکمش مکروه است، یعنی خوب نیست که انسان سوی مسجد بدود. زیرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری و امام مسلم روایتش میکند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید اذا اتیتم الصلاة فامشوا، وقتی که آمدید به سوی نماز، فامشوا یعنی بعد آهسته آهسته، یعنی با قدماتون بیایید. و علیکم السکینه، و شما لازم بگیرید آرامی را. و الوقار، فما ادرکتم فصلوا و ما فاتکم فاتموا. میگه که پس شما لازم بگیرید آرامی را. فما ادرکتم فصلوا، پس چند رکعت نماز را که دیرو کردید بخوانید، یعنی بیاید اساسا ندوید. و ما فاتکم فاتموا، پس هر آن چیزی که از شما گذشتگی هست، فاتکم یعنی که چند رکعتی را در نماز دیرو نکردید، فاتموا، پس شما پرش کنید. فاتموا، پس باقی ماندهش بخونید. امام سلام که داد، شما بخیزید باقی ماندهش را بخونید. پس در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را امر میکند با سکینت و آرامی که به سوی مسجد آرامانه با سکینه برویم. پس در اینجا میگوید و رکضت الی المسجد، حکم این رکضت یعنی حکم این مسئله در شریعت مکروه است. اما در اینجا جای عباره است، ترجمه میکنیم و میخونیم. و در این کتاب بعض جایهای حال میآید اشاره میکنیم که ما اونها را حذف میکنیم، زیرا که بعضی مسائلی که خلاف شرعی هست
صاحب کتاب ذکرش کرده است، یا که بعضی از مشرکین را، مخصوصا همون شیطان های گنگ شیعه را در این کتاب در یک درس کمی تعریفشان میکند، اون دجال یدستهشان را و اون جایها را انشاءالله حذف میکنیم و یادرستان میکنیم که از این جمعی مسئله را رد کردیم تا اینکه خیانت در کتاب نشود. از این حساب اینجا در این حکم بیان کردم و هر جایی که حکمی آمد که مخالفت به شریعت داشته باشد یا حکمش مکروه باشد، کوشش میکنیم که اون مسئله را همچنین بیان بکنیم. یعنی فقط مقصد ما درس دادن عربی به تنهایی نیست، همچنین تعلیم گرفتن دینم در بر این هست، یا مقصد اصلی تعلیم دین است و این همه سبب ها هست. اکنون یک بار دیگر عباره را میخونه، میگه استيقظت اليوم باکرا، خیستم امروز بر وقت، فسمعت اذان الفجر، پس شنیدم اذان بامداد را، فتوضأت بسرعت، پس طهارت کردم سراسیمه‌وار، طهارت کردم تیزده، و رکضت الى المسجد، و دویدم به سوی مسجد، لاصلی الصبح مع الجماعه، تا اینکه بگذارم نماز بامداد را با جماعت. لاصلی این فعل مضارع است، آخرش منصوب شد زیرا که در اینجا لی بعدش یک انی که محذوف است، جوازن میشه بگم لاصلی، میشه بگم لان اصلی، هر دوش جایز است. پس او ان محذوف که هست، از این حساب آخر فعل مضارع اصلیه شد. اصلیه این فتحه از ان همون ان محذوفه که بعد لی هست، از ان همون تأثیر ان همون ان محذوفه است. بعد از این صاحب کتاب میگوید که یا ولدی صب فی ابریق ماء لاتوضأ، یعنی ای پسرم، یا ولدی ای پسرم، صب فی ابریق ماء، بریز در کوزه من، در ظرف آبگیرک من آب را، لاتوضأ تا اینکه طهارت بکنم. لاتوضأ اینجا در ان محذوف است، لان اتوضأ تا اینکه طهارت بکنم. یا ولدی ای پسرم، ولد اصلا در لغت ولد هم بچه را میگن هم دختر را، اما ما هم وقت ای پسر ترجمهش میکنیم، اما در اصل یا تونده باشد که ولد هم دختر را میگن هم بچه را. یا ولدی ای پسرم، صب فعل امر است، بریز، صب یصب فعل امر میشه صب، یعنی بریز فی ابریقی در کوزه من، در ظرف من، ماء آب را، لاتوضأ تا اینکه طهارت بکنم. بعدش میگوید نعم بله، یا والدی ای والدم ای پدرم، اما باردن اصب لک ام دافئا، یعنی میگه آیا آبی خنک بریزم برای تو یا شیرگرم، آبی شیرگرم، یعنی آبی نجوش و نخنک. اما ان باردن اصب لک ام دافئا، آیا آبی خنک بریزم برایت یا آبی شیرگرم. بعدش میگوید بل صب لی ماء دافئا، بلکه بریز برای من آبی شیرگرم. صب گفتیم فعل امر است، بریز. بل صب لی ماء دافئا، بلکه بریز برای من آبی گرم. بعدش میگوید صلات الصبح رکعتانی، یعنی نماز بامداد 2 رکعت است، یعنی فقط فرض رو در نظر دارد. نماز بامداد 2 رکعت است. صلات الظهر 4 رکعات، نماز پیشین 4 رکعت است، این هم همچنین فقط فرض در نظر دارد. صلات العصر 4 رکعات، نماز عصر 4 رکعت است. صلات المغرب 3 رکعات، نماز شام 3 رکعت است. صلات العشاء 4 رکعات، نماز خفتن 4 رکعت است. نمازو را رکعتوش بیان کرد. بعدش میگه توضأ عبدالله فنشف وجهه و یدیه، و یدیه، یعنی که توضأ عبدالله، طهارت کرد عبدالله،
فنشف وجهه و یدیه، پس خشک کرد رویش را و دو دستانش را. فنشف پس خشک کرد، پس قاق کرد وجه و رویش را و یدیه و دو دستانش را. صلی جمیع الصلوات فی اوقاتها، بگذار یعنی بخوان جمیع الصلوات همه نمازها را فی اوقاتها یعنی در وقتهایش، بخوان همه نمازها را در وقتهایش. صلی فعل امر است، فعل ماضیش صلا یصلی، صلا نماز خوان، یصلی نماز میخواند، پس صلی یعنی نماز بخوان جمیع الصلوات همه نمازها را فی اوقاتها در وقتهایش. بعدش میگه ولا تؤخر صلاة عن وقتها، و تأخیر نکن نماز را از وقتش و دیر نکن نماز را از وقتش. ولا تؤخر آخرش مجزوم است به خاطر که لا لایی ناهی است، نهی کردی است. ولا تؤخر دیر نکن، باز داشتی است، من که است دیر نکنی صلاة عن وقتها نماز را از وقتش. بعدش میگه استعمل فرشة الاسنان دائما و نظف بها اسنانك قبل كل وضوء. میگه که استعمل استفاده بر، استعمال کن فرشة الاسنانی یعنی شاتکه دندان را دائما همیشه، و نظف بها اسنانك و پاک کن، نظف یعنی پاک کن تازه کن، بها به همین فرشة الاسنان به همین شاتکه دندان، اسنانک دندانهایت را، قبل کل وضوء پیش از هر یک طهارت، قبل کل وضوء پیش از هر طهارت. استعمل فرشة الاسنان دائما، استعمال کن استفاده بر شاتکه دندان رو همیشه، دائما همیشه همه وقت. و نظف بها اسنانک قبل کل وضوء، و تازه کن پاک کن با همون فرشة الاسنان دندانهایت را قبل کل شیء پیش از هر یک، قبل کل وضوء پیش از هر یک طهارت. بعدش میگه هل انت علی الوضوء، یعنی آیا تو با طهارت هستی، یعنی آیا تو طهارت داری. هل انت علی الوضوء آیا تو با طهارت هستی یا آیا تو طهارت داری. میگه لا نه، لست علی الوضوء طهارت ندارم، نیستم با طهارت. لستو اگر ترجمه تحت لفظی کنیم نیستم بر طهارت، یا یه جای ترجمه مفهومش کنیم میگم طهارت ندارم، لستو علی الوضوء طهارت ندارم. بعدش میگه اذن فتوضا، پس اذن پس طهارت کن، اذن فتوضا پس طهارت کن. بعدش میگه هذا هو الابریق والطست تحت السرير علينا ان نحضر صلاة الجماعة في المسجد. میگه که هذا هو الابریق، این انا همان کوزه است، این همان ظرف آبگیری است. و طست تحت السرير، و تغاره در تگی کت است، در تگی تخت است، سریر است. علینا ان نحضر صلاة الجماعة في المسجد، علینا یعنی یجب لنا، علینا ترجمهش واجب است برایمون یا لازم است برایمون. ان نحضر صلاة الجماعة این که حضور پیدا کنیم در نماز جماعت، این که حاضر باشیم به نماز جماعت فی المسجد در مسجد، واجب است برایمون. علینا یعنی یجب لنا ان نحضر این که حاضر شویم حضور پیدا کنیم در نماز جماعت در مسجد. هذا هو الابریق، پس در اعراب این کلمه هذا مبتدا، هو این را ضمیر فصلش میگویند، این را در اعراب میگیم ضمیر فصل. الابریق خبری هذا، هذا مبتدا است، الابریق خبر هست. اکنون این ضمیر فصل برای چی در اینجا در آوردن؟ یعنی سببش چی است؟ چرا ضمیر فصلش میگیم؟ زیرا اینکه اگر هذا بیستد الابریق بگوییم هذا الابریق، پس شنونده فکر میکند که هذا مبتدا الابریق بدل از هذا است، پس خبر نیست، پس میشود که این تغاره، این تغاره، ببینید این تغاره یا این کوزه، این کوزه
یعنی معنا پره نمی شود. اما وقتی میگم هذا هو الابریق، یعنی که این تغاره، این کوزه است. هذا هو الابریق یعنی این کوزه است. دیدید این کوزه است یعنی که مبتدا خبر شد، گپ پره شد. از این حساب در بین به خاطر آنه که هذا بعدش اسم الف لام دار بیاید گفتیم بدل می شود، خواننده فکر نکند که این بدل است، این هو ضمیر فصل آورد. ضمیر فصل که آوردیم بعدش دیگه انیق است، تاکید است که دیگر ابریق بدل از هذا نمی شود. پس میگه هذا مبتدا، الابریق خبر، هو ضمیر فصل. و تست تحت سریری و تغاره در زیر کت است. علینا ان نحضر صلاة الجماعت فی المسجد، لازم است برایمان یا واجب است برایمان که حضور پیدا کنیم در نماز جماعت در مسجد. بعدش میگوید این تنامو، در کجا خواب میکنی تو؟ این تنامو، در کجا خواب میکنی تو؟ میگوید انام علی سریری فی حجرتی، یعنی خواب میکنم بر بالای کتم در خانه ام. سریری کت من، حجرتی خانه من. انام علی سریری، خواب میکنم بر بالای کت خودم، فی حجرتی در خانه خودم. لباسی معلق علی المشجبی فی الدهلیزی، میگه که لباسی یعنی لباسهای من، پوشاکهای من، معلق علی المشجبی آویزان هستند بر ویشلکه، فی الدهلیزی در راهرو، در کلیدار. یعنی مشجب همون جای لباس آویزان کنی، ویشلکه میگه در دهلیز است. دهلیز یعنی که راهرو یا کلیدار، در کلیدار هست. لباسی معلق علی المشجبی فی الدهلیزی، لباس من، پوشاک‌های من آویزان است بر ویشلکه، بر بالای ویشلکه در راهرو یا در کلیدار. پس این بود درس 63، حوار درس 63. با همین درس 63 به آخر رسید و در اینجا این درس را به پایان میرسانم و یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.